ملت فرانسه باید این مطلب را احساس بکند که در طول تاریخ اونقدر که از فرانسه تعریف کردید و کتاب نوشتید و چه کردید، در این بره زمان آبروی فرانسه را این دولت از بین برد. دولت فرانسه آبروی ملت فرانسه را از بین برد. صورت ملت فرانسه را یک صورت مشوه جلوه داد در بین ملت ها. اکثر ملت ها و مردم ها تمیز نمیدن که جدا نمی کنن دولت را از ملت، خصوصا اون جاهایی که جمهوری است. اون جاهایی که جمهوری است ملت است که باید اساس را در دست بگیرد. نمیپذیرند از ملت فرانسه که او بگد دولت ما اینطوری است. ملت فرانسه به فکر بیفتد که آبروی خودش را که دارد از بین میبرد حفظ بکند و این دولت را سر جای خودش بنشیند، این دولت را کنار بگذارد. این دولتی که تروریست اعظم باید اسمش را گذاشت، برای اینکه هرچه تروریست جمع میشه در فرانسه بعدم خودش تروریستی میکند.